و خب ضبط و زدیم. دوربینا رو چکی بکنیم. خب خیلی عالیه. برگشتیم با آخرین اپیزود 2025. تو چی فکر میکنی؟ موضوع چیه؟ موضوع آزاده. در هر چی میتونی حرف بذار بزنی. بذار آب بخورم اول. منم کافی میخورم. سب کن. آره تو ایتالیا کافیشونو با آب میخورن. آفرین. خب برگشتیم. گفتیم اپیزود باز راجع به هر چیزی که اتفاق افتاده حرف بزنیم، یه ریکپ بکنیم. خیلی ملو، امسال چه اتفاقاتی افتاد داره و تیشرتت هم پیرنت هم خوشگله دیگه. همیشه لباسه خوب میپوشیدین، گفتیم این دفعه یه لباس آگلی سوئتر بپوشی. آره 2025 خیلی زود تموم نشد کلا. زود تموم شد. آره سال عجیبی بود. یعنی احساس میکنم از بعد کووید دیگه هر سال یه داستانی داره، یعنی نمیذاره حوصلت سر بره. یه اتفاقی میفته، یه جنگی میشه، یه رئیس جمهوری میاد، یه رئیس جمهوری میکشه زیر کشور دیگه. آفرین. اتفاقات عجیب امسال افتاد، بالا پایین زیاد داشتیم. سریع هم رد شد. هم اتفاقات سیاسی، هم اتفاقات اقتصادی. آره اصلا خیلی هم به نظرم سال سریعی بود، هم سال عجیبی بود. هم اتفاقات خوب افتاد توش، هم اتفاقات بد افتاد توش. الان که دوباره آنفلانزا شیوع پیدا کرده و هر کی حرف میزنی مریضه. آره خیلی تو کانادا که خیلی وحشتناک چیز شده که تو میگفتی که تو ایران هم مثل این که خیلی چیز شده، شروع شده و زیاد شده. تو هم سرما خوردی؟ صدات من آرومتره. صدام کم شده. صدات کم شده؟ آره. عربده زدی؟ صدامو جا گذاشتم جایی قبل. خیلی هم خوب. آره ما این اپیزود، یعنی کلا این پلیلیست تو چی فکر میکنی و امسال سال 2025 شروع کردیم دیگه. داشتیم فکر میکردیم که تقریبا فیدبکی که از آدما گرفتیم راجع به کارکست یا پادکست مختصر مفید که تو ماشینه، با اینکه مثلا حالا خیلی جنرال صحبت میکنیم و شاید تو هر اپیزودش یه اشاره کوچیکی به بعضی اتفاقات توی سال میکنیم یا تو اون ماه گذشته میکنیم، خیلی همه چی جنراله و آدما دوست دارن گوش میدن. حالا یکی داره ظرف میشوره، یکی داره رانندگی میکنه، یکی تلویزیونش روشنه، همینجوری فقط پخش میشه توی خونه. بعضی هم که خب نگاه نمیکنن، فقط خلاصش رو توی اینستاگرام نگاه میکنن. ولی فکر کردیم شاید بد نباشه که یه پلیلیست دیگه داشته باشیم، بیایم خیلی اسپسیفیک تر راجع بریم با سری موضوعات خاص تو با دیتیل صحبت کنیم که همین داستان خلق تو چی فکر میکنی بود که فکر کنم بعدم نبود. تقریبا یه 6-7 تا اپیزود که ضبط کردیم کلا هم برای خودمون جذاب بود، هم حالا یه فیدبک کوچولویی که گرفتیم به اندازه مختصر مفید دیده نشده هنوز، ولی اونم استقبالش بد نبوده به نسبت. تو فیدبک خاصی داری، نظری داری؟ کلا نظرت راجع به این پلیلیست جدیدمون چیه؟ ببین ما داشتیم فکر میکردیم که حالا اون مختصر مفید که اسمش هم روشه تو ماشین داریم ضبط میکنیم، به یه سری مسائل نمیتونیم ریز بشیم بریم بیشتر دربارش حرف بزنیم. برای همین داشتیم فکر میکردیم که یه پلیلیست دیگه درست کنیم که حالا یه ذره اینتراکتیو هم باشه با بقیه، که نظر خودمون رو بگیم، نظر اون رو هم بشنویم. فعلا تا الان نظر خودمون رو گفتیم، نظر بقیه رو زیاد نشنیدیم، ولی خوشحال میشیم که کامنت بذارین روی ویدیوامون، به اون بگین که نظر شما در رابطه با این موضوع چیه. ولی میگم هدف اصلیمون این بود که بیایم یه ذره موضوع رو بیشتر بشکافیم و دقیق‌تر بشینیم خودمون دربارش حرف بزنیم دیگه. فکر می‌کنی چقدر آدما حالا کلا از بعد از کووید کلا قدرت سوشال میدیا بیشتر به چشم اومد دیگه؟ حالا تو هر زمینه، هم تو اینستاگرامش، هم تو یوتیوبش، هم توی این آنلاین پلتفرما که گیم استریم می‌کردن، اصلا یه تغییری پیدا کرد کلا همه اینا. فکر می‌کنی آدما چقدر اینفورمیشنش، حالا چت جی پی تی یعنی اوپن ای آی هستن، هوش مصنوعی و این داستانا، فکر می‌کنی چقدر آدما اطلاعاتشون رو از سوشال میدیا میگیرن؟ چقدر ریلای میکنن به صحت اون اطلاعاتی که از سوشال میدیا میگیرن؟ بعد تلفن جواب بدی؟ یه نظر ایجنت هست. اوکی، میخوای جوابشو بدی؟ یه استاپ میکنم جوابشو بده بعد. برو بریم. سوال چی بود؟ آره یه جواب ارباب رجوع رو باید داد. ایجنت بود.
ارزم به حضورتون، سوالم این بود که کلا فکر میکنی که این مردم گفتم بعد از کووید کلا یه مقدار این قدرت سوشال مدیا و اینا خیلی به مردم اثبات شد و خیلی بیشتر قابل استفاده شد و اصلا حالا قبلا آنلاین شاپینگ بود الان خیلی بیشتر شد. سوشال میدیا یا ای آی داری میگی؟ هم سوشال مدیا هم ای آر دارم میگم، کلا دارم میگم، آها. کلا میگم یعنی ریلایبیلیتی مردم به استفاده از اینجور چیزا یا گرفتن اینفورمیشن یا اصلا خودشونو پرزنت کردن یا اصلا رفتن توش و شروع به کار کردن خیلی به نظر بولتر اومد از بعد از کرونا، اونم به خاطر حالا محدودیت‌های که حالا سوال من کلا این بود که فکر می‌کنی مردم چقدر اطلاعاتشونو الان به صورت روزمره، حالا میدونم خیلی از این چت جی پی تی اینجوری استفاده میکنه، خودمون استفاده میکنه، میگیرن و چقدر ریلای میکنن و چقدر میشه ریلای کرد، این چه تاثیراتی میتونه تو آینده داشته باشه؟ ببین اتفاقا من امروز صبح داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم، اون میگفتش که یکی از دوستام تو ایرانه، سرما خورده، بعد از این جینجر شات ها هستش مثلا میخورید ایمون سیستمتو بوست میکنه. میگفتش که به نظر تو روز 2 تا بخورم مشکلی پیش میاد. گفتم نمیدونم، من گرمی ممکنه جوش بزنه. گفت از چت جی پی تی پرسیدم گفته اوکیه. یعنی آدما دیگه سر سوالای کوچیکم میرن سراغ چت جی پی تی اول. یا مثلا میگم من یه سری مشکلات مثلا اگه تکنیکال داشتم، مثلا با چه میدونم برنامه اتوکد که می‌خواستم کار کنم، زنگ می‌زدم همیشه به فلان رفیقم، میگفتم اینجاشو باید چیکار بکنم، اون همیشه راهنمایی می‌کرد. وقتی که دیگه چت جی پی تی اومده دیگه، من دیگه به رفیقم مثل قبل که مثلا همش به زنگ می‌زدم نمیزنم دیگه، فرکانسیش کمتر شده. الان هم این ای آی و اینجور چیزا باعث شده که اینتراکشن آدما کمتر بشه. یعنی اصلا با اومدن تکنولوژی اینجوری شد، هی تکنولوژی‌های جدیدتر هم که میاد این فاصله آدما رو بیشتر میکنه. یعنی قبلا تو می‌خواستی غذا سفارش بدی، زنگ می‌زدی میگفتی که پیتزا مدبر، میگفت بله، میگفتی کد مثلا 2424 هستم مثلا اینجوری، یا مثلا آژانس همینطور. الان دیگه از توی گوشیت غذا سفارش میدی، اینستراکشن هم میذاری که غذا رو بذار پشت در که اصلا طرفو نبینی، پولم از تو حسابت برداشته میشه. یعنی خیلی پروسه ها کانتکلس شده و آدما هم دیگه نمیبینن. ولی خب سوالی که پرسیده بودی، خیلی من احساس میکنم با اومدن این تکنولوژی ها، حالا از جمله ای آی که این دیگه خیلی موست ریسنت تره، که امسال واقعا یعنی بخوای یک کلمه رو بولد بکنی بگی چه کلمه ها بیشترین تکرار داشته، من فکر کنم ای آی یکی از اون کلماتی بوده که امسال خیلی تکرار شده و مردم خیلی ریلای میکنن واسه یعنی کوچیکترین چیزا. حالا ببخشید یه چیزی امروز صبح دیدم میگفتش که شرکت ها این کوپایلت مایکروسافت که دارن استفاده میکنن برای ایمیل زدن، زده بود هفته‌ای 1.5 ساعت یا 2 ساعت دارن توی تایمشون سیو میکنن که دیگه احتیاج نداره بشینن همه ایمیل ها رو خودشون بنویسن. میگم به اون چی میخواد اون ایمیل رو درافت میکنه. آره یعنی دارن همه جا فعلا ازش استفاده میکنن، پروداکتیویتی یه ذره برده بالا. حالا اطلاعاتی که بهت میده 100% درست نیست همیشه، یعنی باید وریفای بکنی. این قدرت تفکر رو کم کرده خیلی. یعنی تو اصلا به خودت دیگه زحمت نمیدی حتی یه ایمیل ساده بنویسی، که حالا من خودم خیلی استفاده میکنم، یعنی منم دیگه فکر نمی‌کنم، خیلی چیزایی که میخوام به صورت بولت پوینت می‌نویسم، حالا یا جمنا یا اوپن یا چت جی پی تی می‌نویسه بقیه ایمیلو. یکی نکته که گفتی همین که اصلا چقدر این اطلاعات درسته چقدر این اطلاعات غلطه، یعنی همون باز وریفای کردنش هم اگه واقعا چیزی حساسی باشه. برای همین بود که چند وقت پیش اطلاعاتی اومد که یعنی یه آپدیتی اوپن ای آی داد که آقا دیگه اصلا چیزای پزشکی یا چیزایی که مربوط به ادوایس های مثلا قانونیه رو دارن از توی اوپن ای آی چت جی پی تی در میارن که یه وقت اتفاق نیفته یا چیز اشتباهی به عنوان فیدبک به یوزر نده که حالا بعدا درد سرساز بشه و اتفاق بیفته. من احساس میکنم اینو گاورمنت هم داره پوش میکنه. یعنی اگه قرار باشه تمام این کارا توسط ای آی انجام بشه، خب خیلی از کارا از بین میره. الان خب همین جوریش که یه سری کارا از بین رفت و مشخص شرکت‌ها دارن تعدیل نیرو میکنن، ولی یکی از چیزهای دیگه‌ش هم دولت، من فکر میکنم همه دولت‌ها یعنی سعی میکنن این ای آی تا یه حدی کنترل بکنن تا بتونن کچاپ بکنن، ببینن میگن اوکی خب حالا این ای آی اومد این همه کار از بین رفت، آدما رو ما سر چه اینداستری دیگه بذاریم.
این من فکر کنم یه ذره دارن خود دولت‌ها سختگیری خواهند کرد تو آینده نزدیک که یه ذره اینو کنترلش کنن، رگولیتش بکنن که تو فردا دیگه واسه کار حالا پزشکی یا مثلا لویر، اکانتینگ، هر چیز دیگه خیلی چیزا تو میتونی اینجا انجام بدی. خب تو همین کار رو انجام بدی دیگه این سرویس ها رو استفاده نخواهی کرد. این که داری میگی خیلی درسته، به خاطر اینکه من مثلا میبینم این ور اون ور که حالا با کسایی که توی سری مثلا کورپوریشن ها کار میکنن، خیلی موارد خب خیلی چیزا به واسطه همین AI ساده شده، ولی خیلی از این موارد مثلا وقتی بخوان یه پروسه رو اتوماتیش کنن بعد داکیومنت بشه اینا، و خیلی موارد میبینی که افرادی که مسئولیت این وظیفه ها رو دارن یه پروژه رو انجام میدن اینا رو داکیومنت نمیکنه یا خیلی مستعسله که داکیومنت بکنه اینا رو یا توضیح بده پروسه پشت قضیه چیه به منیجرش. و مثلا بعضی موقع کانفلیکت پیش میاد که آقا مثلا این کار ساده چرا انقدر طول کشیده، در صورتی که مثلا اون کارمنده میگه آقا این کار ساده نیست، در صورتی کار ساده یا ولی میدونین یکی از دلایلش اینه که ترس داره که اگر این کار رو داکیومنت شده به منیجرش تحویل بده و منیجر ببینه این کار ساده رو بتونه با AI راحت انجام داد، شغلش از دست بده و اصلا اینتنشنالی سکته ایجاد میکنه تو پروسه جلو رفتن و پروسه رو به تأخیر میندازه که یه جورایی نشون میده آقا مثلا من وجودم تو این شرکت لازمه، یا درست اطلاعاتو شیر نمیکنه یا کامل اینو به نفر بعدی منتقل نمیکنه به فضای قرار باشه کارش عوض کنه که حضورش تو اون شرکت الزامی به نظر بیاد، که اینو خب نمیشه مثلا چیزم کرد، نمیشه اینجوری هم فکر کرد که حتما داره کار اشتباهی میکنه چون ترس از دست دادن کارشو داره دیگه، یعنی قابل درک هم هست این قضیه. این هم داره به واسطه گسترش AI بیشتر میشه ولی اجتناب ناپذیر هم هست، یعنی تو هر چقدر اون کارو بکنی در نهایت امکان داره که این سراغت بیاد این قضیه. آره یعنی AI نمیتونی جلوشو بگیری، یعنی همه تکنولوژی وقتی اومدن خب یه سری سعی کردن جلوشو بگیرن ولی خب در نهایت فراگیر شد و خب یه سری شغل‌ها از دست رفت دیگه. دولت هم تلاشش همینه که بتونه اون یه تایمی برای خودش بخره، بتونه اینو یه جوری مدیریت بکنه که آدمای زیادی بیکار نشن. که حالا به اقتصادشون ضرر بخوره و مشکلات دیگه به بار بیاد. حالا همین راجع به بحث اقتصاد و اینجور چیزا هم داریم صحبت میکنیم، مثلا از اتفاقات جالب 2025 این بودش که خب یه دفعه طلا خیلی گرون شد، یه جهش قیمتی بزرگ کرد و مجوریتیش هم به واسطه این بودش که خب اکثر بانک‌های مرکزی دنیا شروع کردن به خرید طلا و ذخیره کردنش، به خصوص بانک مرکزی چین که اصلا رکورددار تو این قضیه تو 2025. و وقتی اتفاقا میفته نشون میده که این عدم اطمینان و ثبات اقتصاد تو دنیا هست که مردم واسه این که بتونن بخشی از سرمایه‌شون رو حفظ بکنن هجوم میارن به کامادیتی ها که حالا این اصلا راحت‌ترش طلا میشه دیگه، یا نقره که مثلا رکورد تاریخی زد اونسش کلا تو دنیا و اونم دیمندش رفت بالا به صورتی که خیلی جا اصلا سولد اوت شد، اویلیبل نبود، چون اونا نگه داشتنش به صورت فیزیکی کار آسونی نیست، چه طلا چه نقره. و اتفاقا امروز نگاه میکردم مس هم رکورد زد، یعنی این فلزات اینجوری حالا میگم طلا و نقره باز قابل دسترس تره ولی مس نه. یه سری استاکام هست میتونی اینا رو بخری که این فالو میکنه ترند این قیمت ها رو، فقط مواظب باشی یه سریشون وابسته به خود طلای فیزیکیه که استور میشه، یه سریش نه وابسته به صنایعیه که طلا رو استخراج میکنه که اون وابسته به صنایع رشدش بیشتره ولی سقوطش هم سریعتره، خیلی ولوتایل اصطلاحاً. ولی اینم اتفاق جالبی بود، مثلا بیت کوین رفت بالا رکورد زد دوباره اومد پایین، استاک خوب پرفورمنس کرد اومد پایین دوباره رفت بالا دوباره اومد خیلی پایین، الان داره دوباره ذره ریکاور میکنه. خیلی سرعت تغییر به نظرم سال گذشته خیلی بالا بود توی این چیزای اکانومی. بانک مرکزی 5 بار ریتو کاهش داد، ریتو آورد پایین. کلا تو نظر چی راجع به این اتفاقاتی که افتاد؟ اتفاقاتی که زیاد افتاده در مورد طلا حرف زدی جالبه که من احساس میکنم مردم یه احساس خوبی نسبت به آینده ندارن با این اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته. حالا شاخ و شونه‌هایی که آمریکا چه برای کشورهایی که با خودش هم مسیرن، کشورهای غربی داره یه ذره شاخ و شونه میکشه،
و حالا واسه چین و روسیه و اینا از اون طرف. و کلا من فکر میکنم آدما حس خوب زیادی ندارن به شرایط آینده، شرایط حالی که زیاد خوب نیست و در آینده هم احساس میکنن که خب این تنشن ها قراره بیشتر و بیشتر بشه دیگه، برای همین سرمایه‌شون رو دارن میارن تو چیزایی که تنجبله مثل طلا. حالا نقرم رفت حالا اونم یه سری دلایلش همین شرایط سیاسی اقتصادی دنیا، یه سریش هم ارزونتر از طلا بود. ارزونتره و اینکه خب تو خیلی از صنایع خب نقرم استفاده میشه دیگه. طلا بیشتر حالا به صورت جولری هست، حالا سری صنایع هم هستن که استفاده میکنن، ولی خب همین اسمارت فون ها و چیزای دیگه قطعات الکترونیکی توش نقره و باتریا. آره زیاد تکنولوژی باتریا. آره یعنی یکی از دلایلش هم باتری است که دیمند اونام داره میره بالا. حالا گفتی باتری، درباره ماشین برقی هم حرف بزنیم. اصلا کلا بخوای نگاه کنی امسال همه چی سینوسی بوده. یعنی مثلا تسلا اول سال اومد ماشینش گرون کرد، مدل وایا رو، بعد دید یعنی ریبیتا که برداشت، ریبیتا که رفت هیچی، بعد از اون ور قیمتاشو برد بالا، مثلا دیمند کم شده بود، این قیمتشو زیاد کرد. بعد یه ذره گذشت همین چند وقت پیش دوباره قیمتاشو یه ذره آورد پایین، یه بار یعنی دو بار کات کرده قیمتاشو. و الان مثلا روی فایننسش یا روی لیزش خیلی آفرای عجیب غریبی میده. کلا ماشین برقی هم هایپش تو دورای همین کووید زیاد شد که بنزین هم گرون شده بود چون ساپلایش دچار مشکل بود. آره. ولی بعد دوباره خوابید، یعنی اصلا مردم باز خیلی اعتماد ندارن به ماشینای برقی واسه خریدن. افت قیمتش هم زیاد بود دیگه. مثلا تو همین سایبر تراک هم دیدی که اصلا افت قیمت عجیب غریب ریپورت میشه وقتی که میاد میخره، طرف میخواد بفروشه، برای ریسیلشو میگی. آره. کلا ماشین برقی همشون همینن دیگه، همه اون دیمندش هم کمتر شد. مثلا تو استاکش هم میدید. خب خود اونرش هم که یعنی همون سی اوش هم که ایلان ماسک بود، اونم خب به واسطه یه سری درگیر، یعنی افتادن تو کارهای سیاسی و یه سری اخباری که میگفت و فشاری که اینور اونور می آورد به کمپانی‌ها و حرفایی که میزد، اونم تاثیر داشت که آخر سر هم حالا یه بونس خیلی عجیب غریب بست با تسلا که اگه یه میزان فروش رو میت بکنه 1 میلیارد دلار پاداش میگیره. کلا من احساس میکنم کلا از بعد از کووید همه چی تغییراتش خیلی سریعه. یعنی تو تا بیای به خودت بجنبی یه دفعه میبینی که کلی اتفاق افتاده. خود تغییر مارکت هم همینجوری بود. مثلا اوایل سال خیلی ناامیدوار کننده بود، بعد یه ذره بهتر شد توی مارچ، بعد تو جون جولای اصلا خوب نبود، دوباره مثلا آگوستین یه ذره بهتر شد، دوباره الان افتاده. ولی مثلا اجاره وایبش شلوغ شده، مثلا با اینکه آخر سال هستش آفر میگیرن، اینونتوری کمه. آره الان با همین جابجا میشن. تلفنی که قطع کردیم گفتش که آپارتمان 3 روز اومده تو مارکت و 15 تا شاهین بوک شده و ما چیزمون رو فرستاده بودیم، اپلیکیشنمون رو فرستادیم، گفتش که ما تا دوشنبه اصلا به هیچی نگاه نمی‌کنیم، همه بیان خونه رو ببینن برن. ولی همون یعنی اصلا خیلی سینوسیه. at some point اجاره خیلی آروم شده بود، اینونتوری زیاد بود، اونقدر تقاضا واسش نبود، الان اینجوریه. یعنی خیلی تون همه چی داره عوض میشه. و حالا تو همین داستان عوض شدن جالب بودشم، با خودم فکر میکردم که at some point صحبت این AI بابل هم بود دیگه. آره. و همه میگفتن که او قراره کرش بکنه، اینا هم به هم دیگه دارن پول میدن، پول تو جیب هم دیگه میذارن، الکی همه چی رو هایپ اپ کردن که بره بالا و احتمالا این که مثل دات کام بابل برس بشه زیاده این بابل AI. ولی اتفاق نیفتاد و معمولا اخباری که زیاد درباره‌اش صحبت میشه اونقدر اون تأثیر خودش رو از دست میده. الان هم من فکر میکنم یه دوره هستیم که اخبار خیلی سریع پخش میشه، همه درباره‌اش حرف میزنن و اون تاثیرگذاری خودش رو اونقدر نداره. مثلا قبلا یه اخباری میومد تو از یکی میشنیدی، بعد نمیدونستی دقیقاً، کسی نبود درست تحلیل بکنه، خیلی میترسیدی، مردم ریاکت میکردن، مثلا سریع میرفتن پولاشون رو مثلا تو بانک در میآوردن، استاکاشون رو میفروختن. الان حالا یا سرعت خیلی بالاه، مردم دیگه اصلا فرصت ریاکت کردن ندارن، چون یه اخبار امروز میاد، یه ساعت بعد یه اخبار دیگه میاد. یعنی یه ذره مردم هم یعنی یا اونقدر کیپبیلیتیشو ندارن سریع به اخبار ریاکشن نشون بدن، یا اینکه یاد گرفتن اینو که یه ذره آرومتر ببینن که
یه ذره سنجیده تر ریاکت بکنن. یعنی میگم با تمام این سینوسوار بودن مارکت، اقتصاد و داستانهای دنیا، باز اونقدر مردم تو این حالا زمینه استاک و چیزهای دیگه اونقدر ریاکشنری چیز نکردن، اقدام نکردن، همه وایسادن تا ببینن چی میشه. دقیقاً تو دارن مارکت ریل آروم استیت میشه آروم. دید اینو. تو مارکت ریل استیت هم میشه دید. حالا مثلا همین که گفتی کلا اوضاع هیچ جا خوب نیست و حالا مثلا یکی از تاثیراتش همین اتفاقاتیه که داره با آمریکا میفته تو کل دنیا. همین مثلا راجع به کانادا هم نگاه میکنی، همه چی یه جورایی حالت معلق داره دیگه. یعنی هیچ کاری خاصی انجام نمیده، چه تو بحث بیزینسی، حالا چه ریل استیتش، چه کار اقتصادی. میخوام منتظر ببینن که آقا این بالاخره دیل با آمریکا چی میشه. حالا بالاخره دیل هم میشه در نهایت، به نظر من میشه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. نه ولی امسال که 100% این کوزما اگریمنتی که خود ترامپ اون سال 2017 بود اومد رو کار، یعنی اون موقع با ترامپ بستن، رینیوالش همین سال دیگه است. برای همینم تا الان کانادا هیچ دیل دیگه با آمریکا نبسته، چون اون دیل قبلیه که این قبلا اسمش نفتا بود دیگه، بعد اسمش یه دونه دیگه با چیز ساین کردن به نام کوزما که سال 2006 رینیوالشه که دوباره بر 2026 آره که بر دوباره نگوشییت بکنم و تابستون امسال، یعنی تابستون سختیه. آره احتمالا زودتر هم شروع میکنم. من فکر کنم از سال دیگه کوارتر اول استارتش بخوره و یه چیزی تا کوارتر دوم فاینالایز شده باشه همه چی. یه چیز جالبی که حالا تو این پروسه داره اتفاق میفته اینه که من حالا چیزی که اخباری که میخونم دارم نگاه میکنم اینه که کلا کانادا میذاره سعی کرده از این فرصت به عنوان اپورتونیتی هم استفاده بکنه، دایورسیفای کنه تریدشو با دنیا، مخصوصا چین که اصلا حالا زمزمه‌اش بود که اگه واقعا پای ماشینای الکتریکی چین به کانادا باز بشه، هم از نظر قیمتی هم از نظر ریلایبیلیتی، حالا چینی‌ها تو این قضیه خیلی جلوترن و حالا نمونه‌هاش هم می‌بینی این ور اون ور، مثلا ماشین برقی که تولید شده، بردی که داره، کامفورتی که میده، اکویپمنتی که داره، اصلا قابل مقایسه نیست. و حالا هم قطع لوله گازی که سالها، نفتی که سالها بحثش بود که بکشن، دارن تلاش میکنن اونو بکشن، یا صادرات LNG گاز مایع از ونکوور مثلا به آسیا. من فکر میکنم این شاید یه فالنیکی هم باشه که الان قدرش رو ندونیم، شاید نمیدونم، ولی مثلا چند سال که بگذره به نفع کانادا باشه اتفاقاتی که افتاده یه جورایی. من فکر میکنم خیلی ترامپ لطف کرد به کانادا با این کارایی که کرد. حالا یه سری این شرایط، وقتی شرایط آنستیبل میشه تو آمریکا، خب سرمایه کمتر میشه، اون سرمایه که سرگردونه تو دنیا، سرمایه گذاران میخوان یه جایی ببرن اون پولو بذارن که خیالشون راحت باشه، حداقل از لحاظ اقتصادی سیاسی. و کانادا همیشه یه مقصد خوبی اینجوری بوده و حالا اگه اوضاع آمریکا خوب باشه از اینجا پولا رو میبرن، آمریکا اگه خوب نباشه همینجا نگه میدارن. یعنی یه سیف هیونیه که اینجا درست شده، پولا همه هست و اون حالا یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه‌ش هم اینه که خب باعث شد که کانادایی‌ها به این فکر بیفتن که آقا ما همه تخم مرغامون رو تو سبد آمریکا نذاریم، بریم بقیه دنیا رو هم اکسپلور کنیم محصولاتمون رو، چون واقعیتش چیز اینداستری خاصی کانادا نداره ولی ریسورس زیاد داره. منابع طبیعیش فراوونه، از نفت گرفته تا این سنگ‌های ارث مینرالا، خیلی ریسورس هم زیاد آره داره. یا مثلا چوب و اینجور چیزا. فقط زیر ساختش رو نداره که اینا رو صادر کنه به جای مختلف. همون LNG که گفتی توی اروپا دارن لهلهش رو میزنن، حالا با روسیه هم که مشکل خوردن، یا توی آسیا شرقی، و داره کانادا رو هول میده به سمت بازارهای دیگه که خوبه. و اینکه دارن به فکر نمیافتن که بیشتر برداشت کنن از این ریسورس هاشون. تو اون زمان ترودو انتخاب کرده بودن که آقا جون یه کپی بذارن روی استخراج نفتشون و چیزهای دیگه برای همون کاربون تکس و یعنی کاربون فوتپرینت، ولی الان دارن سعی میکنن میگن نه اوکی درشو وا کنیم، بذاره بیشتر تولید کنیم، اوضاع مملکت خوب نیست. حالا
مثلا یه ذره بخوایم راجع به ریال استیت هم حرف بزنیم، کلا 2025 خیلی انقدر درباره ریال استیت حرف زدیم، میخوام درباره ریال استیت یه حرف اپیزود حرف نزنیم. اوکی، ولی نه اگه میخوای حرف بزنیم نه فقط خواستم اینو بگم که کلا سالی بودش که اتفاقا برخلاف از نظر قیمتی میخوام، یا من مثلا مارکت شلوغ شدن و کند شدنش آپ اند داون داشت یه ذره، ولی قیمتی کلا ترندش به سمت پایین بود دیگه. کلا از رو هوم پرایس ایندکس هم میشه فهمید. فکر می‌کنی 2026 هم همینجوری باشه؟ من همینجوری فکر می‌کنم همین روند فعلا ادامه داشته باشه. ببین تقریبا الان 1.5 سال هستش که این روند رشد نزولی آره رشد که نمیشه دیگه، روند نزولی داشته این ریال استیت و داره خودشو کارکت میکنه. خیلی نگرانی بود که حالا مارکت کرش بکنه. خیلی ها میگن تو زمینه کاندو خب اوضاع خیلی خرابه، یه جورایی کرشه، ولی داره اجاست میشه مارکت. یه تقریبا اگه نمودار رشد قیمت ریال استیت رو نگاه کنی، تقریبا توی تو هم بگم 20 سال گذشته 2005 این شیبش همینجور به بالا بوده. حالا یه سکتای کوچیکی داشته، یعنی یه نزدیک 20 سال مارکت همینجور داشته میرفته بالا. حالا داره الان خودش رو کارکت میکنه و با یکی از سازنده هم که من داشتم حرف میزنم که انبوه سازن، میگفتش که ببین، میگفت there is no way که اصلا قیمت ها پایین بیاد. میگفت اونایی که مجبورن، حالا اونا دنبال مثلا پروژه های زمین های بزرگ هستن، میگفت اونایی که دیولپرهای کوچیکن و نمیتونن جمع بکنن دارن میفروشن، با ضرر هم دارن میفروشن. ولی میگفت اون قدیمی ها که حالا بکبون قوی تری دارن و زمین ها رو ارزون خریدن خیلی سال پیش نمیفروشن. میگفت لیبر ارزون شده، متریال یه ذره ارزون شده، ولی اونا قیمت فروششون رو هنوز پایین نمیارن، چون میدونن که به زودی دوباره مارکت ریکاور میکنه. یک دو چیز جالبی که برام بود، میگفتش که این ساب دیویژن هایی که دارن چیز میکنن، میگفت اونا رو همه رو دارن سرویس میکنن. این زمینا رو سرویس به معنی این که دارن مثلا فاضلاب و اینجور چیزاشو دارن میکشن و آماده است. یعنی میگفت به محض اینکه مارکت یه ذره ریکاور بکنه آماده است، یعنی فقط میان فونداسیون چوب میره بالا، سری خونه آماده است، یعنی زیر یه سال، یعنی زیر ساختاشو آماده کردن ولی هنوز نمیفروشن. یعنی در تقاضا براش نیست. یعنی همین خواستیم راجع به تقاضا، یه بخشش به خاطر تغییر سیاست مهاجرتی هم بود دیگه. یعنی یکی مقدار که اوضاع کلا اقتصاد خوب نبود، یه مقدار به خاطر فشارهایی که بود از طرف خود مردم داخل این بودش که این اووردن بیرویه مهاجرا، حالا به واسطه اتفاقاتی هم که افتاده بود، دزدیای زیادتری که شده بود، زورگیریایی که میشد، سیفتی کلا شهر و جامعه اومده بود پایین، مقدار فشار اونجوری هم داشت. دولت هم کلا مثلا پلن $500,000 $1,500,000 نفر، 1,000,000 نفر در سال یا در 2 سال رو آوردش به زیر 300,000 نفر در سال. خب خیلی هم مثلا مهاجرت معکوس کردن رفتن. این مقدار از این اینونتوری زیادی که تو مارکت مون، به خصوص تو بخش کاندو، به خاطر همین هم بود. ولی من فکر می‌کنم همونجوری که گفتی پایدار نیست. بالاخره اقتصاد کانادا روی این قضیه مهاجران میگرده و آوردنشون و وارد کردنشون به این کشور لازمه اینه که این صنعت هم بچرخه دیگه. حالا بعد برای مدت زمانی شاید یه سکته‌ای بکنه ولی دوباره برگرده به شرایط عادیش. ببین سویچ های مختلفه دیگه، مهاجرت، نمیدونم اینترست ریت، دیل با آمریکا، اینا همه مثلا فورن بایر بن، اینا هر موقع بخوان میتونن این سویچ رو فلیپ کنن به صورت به سمت بالا یا به سمت پایین، بگن حالا مهاجر بیشتر بیا، حالا کمتر بیا. همین جوری سعی میکنن که اوضاع اقتصاد و کشور رو بالانس بکنن دیگه. حالا یه سری از اینا خیلی سریع نتیجهش معلوم میشه، یه سری لانگ ترم تره. همین آدما که اومدن اینجا، خب اینجا واقعا زیر ساختشون نداشت. مثلا هاوزینگ ما میرفتیم یه خونه میدیدیم، مثلا یه چیز وحشتناکی بود. شده بود که مثلا حالا زمان کووید هم به خاطر دیمند بالا بود که یه سریش خب همه پول دیگه، بانک‌ها داشتن لیتراری مجانی پول میدادن، میگفتن آقا بریم فقط پول بگیرین از ما، و باعث شده بود که آدم زیاد باشه تو مارکت، تقاضا زیاد باشه ولی به اندازه کافی خونه نبود. از اونورم مهاجر داشت میومد، اصلا یه دیوانه‌وار داشت همینجوری میرفت بالا. یعنی میخوام بگم که اینا همش نخا و سویچ‌های مختلفه که حالا درست و غلطشو کاری ندارم، اینا باش بازی میکنن تا اوضاع کشور رو مدیریت بکنن دیگه. ولی حالا هرچی بوده
اوضاع الان اینه. حالا حالا آیندم بعد ببینیم تا سال 2026 آره چه اتفاقاتی میفته. حالا اصلا دیگه ریل استیت رو ولش کن، یه ذره متفاوتش کنم. این هم الان به ذهنم رسید، بهش فکر نکرده بودم. اگه مثلا بخوای انتخاب کنی که توی 2025 یه جای باحال رفتی، اون جای باحال اگه بخوای یه دونه‌شو انتخاب کنی کجا بود؟ یه لوکیشن. یه بار دیگه یعنی یه لوکیشن که رفتی تفریح کردی، مسافرت رفتی. رفتم یا دوست داشتم برم؟ نه رفتی دیگه، میخوای ریکامند کنی. حالا بعد اونم بگو اگه دوستم داری، یعنی اون جایی که دوست داری بری. نه امسال من یه دونه سفر رفتم، ما رفتیم کلمبیا، جای خیلی باحالی بود. حالا اسم کلمبیا که میاد یه سری چیزای میزنش کنار تایلند. آره البته ببین کشور خیلی فامیلی فرندلیه. حالا یه سری جاها داره که شاید مناسب نباشه. نه ببین واقعیتش مثلا احساس میکنی الان بری مثلا تو خیابونا، تو هر خیابونی بری مثلا چه مواد دارن میفروشن یا دارن این سری کار. حتی من 2 تا شهر رفتم، یکی کارتاگنا رفتیم که یه شهر ساحلی بود، یکی اونم بوگوتا رفتیم که پایتختش بود و خیلی جالب بود. بوگوتا میکس تهران و رامسر بود، یعنی فکر کن جمعیت تهران و شلوغی و بزرگیشو بیاری بذاری تو رامسر. رامسر هم خب اون حالت اون نمک آبرود و اون تپه‌های پر از درخت و سرسبزی و مه و سبز زیاد. آره و خیلی جالب بود برای من. یه ذره حس ایران هم میداد، از آدما، از نوع ساختموناش، خیابوناش و زنده بودنش، این که مثلا همه بیرونن، شلوغ پلوغه. بعد یه قسمتایش حالت بالا شهر داشت، یه قسمتایش حالت پایین شهر داشت. مثلا خونه‌ها در و داغون بودن، خونه‌ها خیلی شیک بودن، لابی من داشت، خیلی مثلا این حسه رو میده. مثلا اینجا اونجوری نیست، تقریبا کل شهر توی یک کلاس. حالا یه سری جا یه ذره لوکس‌تره، یه سری جا یه ذره پایین‌تره، ولی جای باحالی بود. اونو پیشنهاد میکنم بری. دیدنیه. جایی که دوست داشتی بری نرفتی؟ ایران دوست داشتم برم نرفتم، حالا اگه قسمت بشه سال دیگه 26 میری ان شاء الله. خودت چی؟ حالا این سوال از خودت بپرسم. آره من یکی از جایی که رفتم خیلی بهم خوش گذشت و خوب بود، چک ریپابلیک بود، پراگ. به نظرم کلا، حالا من اروپا شرقی نرفتم زیاد، ولی یعنی اصلا نرفتم، فکر کنم اولیاش بود اگه حالا جمهوری چک جزو اروپای شرقی حساب بشه فکر کنم. اصلا به نظرم آندرریتد اونجا، یعنی مثلا من کرواسی رو خیلی دوست دارم برم، شنیدم خیلی خوبه، نرفتم ولی خیلی خوشگل بود. یه حالت ما فقط مرکز و کپیتال رو رفتیم، همون پراگ رو رفتیم. اولا که خیلی خیابونای خیلی خوشگلی داره، استایل اون شوالیه و زمانهای داروغه و اینا رو داره. حالا دقیقاً مرکز شهرش اینجوریه، خیلی هتل‌های بامزه‌ای داره، خیلی رستوران‌های بامزه‌ای داره و خیلی به نسبت ارزونه. به نسبت که میگم مثلا نسبت به کشورهایی که ذره معروف‌تری که توریستی ترن و حالا مردمش مقدار حتی کلان، حالا نمیدونم، حالا تو تجربه با فرانسه هم همینجوری بود، خیلی مثلا گرم نمیگیرن به نسبت مثلا برعکس جنوب اروپا که ذره گرم ترن، ولی بعدم نبود، یعنی مثلا کارت راه. ولی من فهمیدم که ما که دارم میگم منظورم میدل ایستریانا هستیم، کلا آدمای لاودتری هستیم تو صحبت کردن نسبت به اروپا. یا اینو از این که چون ما با یه گروهی رفته بودیم، هر جا میرفتیم می‌خواستیم بریم تو می‌دیدن ما شلوغیم، یکی دو تاشون ما رو همینجوری الکی رد کردن، گفتن جا نداریم. حالا که جمعیتمون زیاد بود، جا اصلا واسه سرویس نداشتن یا سرویسشون افت می‌کرد، بیشتر 4 نفر نمیتونستن. مثلا ما یه دفعه 7 8 نفر می‌شدیم، این اصلا گارسون می‌دونه چیکار بکنم مثلا. هم اون بود، همین که مثلا چون بلند صحبت می‌کردیم به مثلا خیلیشون دوست نداشتن، اینو حس می‌کردن، ولی اونجوری نبود که مثلا به خاطر رو زده بکنه از جایی که رفتی. اون خیلی جذاب بود. جایی که خیلی دوست دارم برم و نرفتم، حالا نمیدونم شاید سال دیگه قسمت بشه برم، من دوستم برم ژاپن. آره ژاپن هم خیلی جای باحالیه. اصلا کلا اون سمت ایست ایژیا هم دوستم، حالا کره یا ژاپن، کلا یه دنیای دیگه است. آره یعنی اونجا هم خیلی دوستم تجربه کنم، برم ببینم خودم. چه جوریه. آره. جز جایی که باکت لیسته برام نمیاد دارم. حالا مثلا یه رستورانی که رفتی تورنتو خیلی باحال بوده، رستوران گشتم تو اسپات ها، فکر نکنم، من خودم هم دارم الان فکر میکنم. پیجی رو که میدونیم نمیخواد
پیجی. آره هر موقع یه رستوران، حالا باز کسی که نمیدونه رستوران که نیست، رستوران تیک اوته. تیک اوت، ساندویچی دکه است، غذاتو میگیری میری. مرغ مرغ سوخاری سوخاری پیجی کلاکس تو داونتاون 2 تا شعبه هم داره. ما هر دفعه میریم شوینگ به یه بهونه جوری دلخوشی شوینگا رو می‌کنیم. هماهنگ میکنیم وسطش یه تایمی باشه بتونیم بریم یه ساندویچمون رو بگیریم. آره رستوران دیگه من میگم تو فکر کنی. من یه رستورانی رفتم نرفته بودم به اسم لی. آها آره خیابون پایین کوین چیه، ریچمونده فکر کنم، ادلید نیست، آره ریچمونده. آره رستوران لی بزنی میاد، دقیقا نزدیک همون چیزه، گرافیتی علیه وست کوین وست اونجاست و خیلی خوشگل بود، هم خوشگل بود هم جالب بود. اگه اشتباه نکنم شفش یکی از آدمای معروف سلبریتیه، یعنی شف آره خیلی معروفه سلبریتیه. اصلا، همون اسم خودشه دیگه روی آره رستورانش. و غذاهاش خیلی پورشناش کوچیکه، مثلا استایل اسپانیا هستن که تاپاس چیه مثلا کوچولو کوچولو میارن میخورن، حالا نه اونجوری ولی پورشناش کوچیکه، ولی اصلا کلا کانسپت این رستوران اینه که تو مثلا میری میشین چند تا مدل غذا میگیری شیر میکنی، ولی یه سالاد داره، سالاد سنگاپوری، اونو جالبه، چیز خاصی نیست، یه سری مجموعه از اینگریدینت هاست ولی پرزنت کردن و ایناش جالبه. نه رسونه گرونیه نه رسونه ارزونیه. چند روز پیش یه ویدیو تو اینستاگرام دیدم که حالا اسمش نسته چیه، یه چیزی هست اینه مثلا لونه پرنده است میاد اینجوری بعد همش میزنه جلوی. آره دیدم ویدیوش. آره اون خیلی جذاب بود، مثلا تو ذهن من اون اومد بخوام اسم بزنم. من رستورانی که رفتم حالا محیطش اینا خیلی قشنگ و اینا، ولی با غذاش خیلی حال کردم. اماله چیه تو یورکویل؟ امال آره لبنانیه. آره خیلی مثلا شیک و پیکه، ولی غذاشو خیلی مثلا حالا نمیدونم گوشتم بود چی بود، خیلی چسبید بهمون رفتیم، ولی غذای آب دهنم قورت داده. غذای لبنانیه. غذای لبنانی هم خوبه، یعنی تو خیلی از کالچرهای دیگه هم رفته. به ما هم نزدیکه طبعش خیلی. آره همون مثلا hummus و کباب و اینجور چیزاست ولی خوب طعمدار شده. من یک مشکلم با این اکثر کبابی ها اینه که خیلی نمک و ادویه و اینا میزنن دیگه، مزه خودشو نمیفهمی، هم مزه خود گوشت رو درست نمیفهمی، همین که اصلا بعدش دیگه انقدر همش تشنته، همش باید چایی و آب و اینا بخوری دل درد میگیری. یه ذره نمک کمتر داشته باشه دوستانی که حالا تو اینداستری هستن یه ذره رعایت ما رو بکنم، ولی اون خوب بود، اون همه چیش خوب بود، خیلی دوست داشتم. آره ولی حالا رستوران مثل همون جای بکنیم، رستورانی هست که بخوای بری نرفتی؟ من خیلی مثلا هر از گاهی که حالا توی اینستاگرام چیزی یه رستوران خوب میبینم اینو مثلا تگ سیو میکنن، الان مثلا نقشه گوگل مپ منو واکنی پر این پرچمای سبزی که مثلا سیو کردم برم مری کریسمس، پر این چیزاست، پر این نقشه پینایی که مثلا گذاشتم برمه. ولی ببین الان به ذهنم چیزی نمیاد تو بیانست. منم الله ازت پرسیدم خودم به ذهنم نمیاد، منم همین جوری ام. اینا رو سیو خیلی کردم. جا هست که هر از گاهی میرم و تازه مثلا بعضیشون یه موقع یادم میاد اینو مثلا گفته بودم برم، ولی ولی دوست دارم این رستوران جدیده که باز شده کوین هاربره اونو نرفتم، دیدم خیلی همه رفتن، یعنی همه که هر صفحه وا می‌کردیم اول هفته اولش میرفتن. اونو دوست دارم تجربه کنم، اون تجربه نگم. ولی الان که گفتی یه رستوران مکزیکی ما رفتیم اسمش بود چیپوله، نه انهو. خب آره اونم توی رستوران. آره اونم تو چیزه یه ذره اوور چیزه، یعنی مثلا پرایسیه الکی، ولی اونم مکزیکیه، از این گواکامولی فرش و اینا میاره درست میکنه، خیلی باحال بود. ما مثلا چند بار رفتیم تجربه، یعنی چسبید بهمون، حالا درینک هایی که میاره و اینایی که میاره. اونم توی همون شاپ سندامیزه، یعنی یه شعبهش اونجاست. فکر کنم بدونم کدوم میگی. یه اسکلته.
اگه اشتباه نکنم. حالا گفتی رستوران مکزیکی، ما یه بار هوس غذا کرده بودیم، گفتیم چی بخوریم چی نخوریم، گفتیم غذا مکزیکی بزنیم. بعد سرچ کردم یه دونه مثلا اومد ریتینگش خوب بود توی اسکاربرو، ما مثلا شام نیم ساعت فاصله داشت، گفتیم بریم. آقا رفتیم اونجا، یه جای کثیف ها، یعنی مثلا خیلی کثیف بود، یعنی واقعا دارم بهت میگم. بعد مثلا از این صندلی از این مثلا صندلی پلاستیکی ها گذاشته بودن، واقعا فکر می‌کردیم مثلا اومدی تو مکزیک کنار مثلا خیابون نشستی یه جا می‌خوای غذا بخوری. گفتی الان سالامانکا میاد تو، دون هکتور الان میاد تو، اون زنگر هم داشتی می‌زدی. بعد آقا غذا رو آورد، عجب غذاش خوشمزه بود. یعنی اسمش چی بگو؟ خب نمیدونم، بعد تو همون گوگل مپ هم سیوش کردم، خیلی غذاش خوشمزه بود. ولی من گفتم اینجا بخوریم ما 100% مریض شدیم. آره یه خانواده دیگه هم اونجا نشسته بود، اینجوری مثلا لباسش رفته بود بالا، باسنش افتاده بود بیرون، یعنی همه چی بد بود. ولی یه گواکامولی آورد، بعد آن لیمیتد مثلا چیپس برات می آورد، نمیدونم کیسیدیا سفارش دادیم، تاکو بود چی بود، خیلی خوشمزه بود. و یه بارم مسیرمون افتاد اونجا، همون یه بار خوردیم، خیلی هم حال کردیم. من احساس میکنم دفعه دوم بریم دیگه، دفعه دوم 100% مریضه رو شدیم. ولی گفتی غذا مکزیکی، من یاد اون افتادم. دیگه چی؟ دیگه چیزا جالبه. ببین بحث غذا رو من تا صبح میتونم با حرف بزنم. یه پادکست 24 ساعته میتونیم بشینیم درباره غذا با هم حرف بزنیم. یه دونه چیز سریال خوب دیده بودی گفتی که راجع به یه آشپز و کیاس آشپزاست، چی بود اسمش؟ گفتی به من ببینم. فکر کنم دبر اسمش. آره توی دیزنی پلاس، خیلی معروف. اونقدر فیوریت هم نبود، ولی جالب بود. ما یه کلاینت داریم الان، داریم باش کار میکنیم، توی یه رستوران میشلن استار کار میکنم و باشون که صحبت میکنم مثلا میریم شوینگ و اینا، تمام اون صحنه‌های فیلمه میاد تو ذهنم. یه مثلا رستوران کوچیکه که دوشنبه و سه شنبه هم تعطیل، کلا روزهای هفته هم فقط از ساعت 5 تا 10 بازه و یه جوری مثلا تا چند ماه آینده هم بوکه. بعد چیزایی که تعریف میکردن همش این داستانه این فیلمه میومد تو ذهنم. فیلم سریال جالبیه، داره مثلا پشت صحنه این رستورانای معروف رو نشون میده که اصلا چه جوریه و چه جوری نیست. خیلی لاوده، یعنی یه ذره سردرد میشی، بیشتر یه اپیزود نمیتونی کنی، خیلی اینتنسه، غذا رو درست کنن بیارن، مثلا داد و بیداد، غذا افتاد زمین، خیلی تنشنش بالاست. یعنی بیشتر از یه اپیزود یا 2 اپیزود نمیتونی توی یه شب نگاه بکنی. ولی خب فکر کنم جایزه مایزم بردن، اگر هم نبرده باشن نامینیت شده بودن. سریال معروفیه. تو اون چیزم داری میبینی این جدید خالق بریکینگ بد درست کرده، پلورویست چیه؟ آره خوبه اونم؟ ببین بد نیستش، متفاوته. ولی ارزش داره اپل تیوی بگیرم یا نه؟ ترایالشو بگی فعلا، نگاه کن ببین خوشت میاد. سیگنیچر اون کارگردان رو میتونی تو این فیلم هم ببینی، ولی فیلمنامه‌اش کاملا متفاوته. ولی یه سری سیگنیچرها داره، مثلا زاویه دوربین رو از یه جاهایی مثلا داره، یه سری شات‌ها رو بهت نشون میده، مثلا مثلا چیز میکنه، یا مثلا 5 دقیقه داره فیلم شروع شده، سریال شروع شده، اصلا هیچ دیالوگی نیست، همینجوری فقط وایسی با اون اکتی که دارن انجام میدن بفهمی که چه اتفاقی داره میفته. یا مثلا هر اپیزود از یه جایی شروع میشه که اصلا میگه این الان کجاست، چی شد، یه ذره اینجوری نگرت میداره روی پنجه که ببینی مثلا چه خبره. یعنی سیگنیچر اون تیمو میتونی ببینی توی این فیلمم، مثل بریکینگ بد، ولی مثل به اینتنسی اون نیست. و اینکه یه ذره فانتزی هم هست دیگه. داستانش اینه که یه ویروسی اومده دنیا رو گرفته و یه 10-12 نفر هستن، این ویروس روشون نتونسته تأثیر بذاره، بقیه‌شون تابع یه چیزی شد، تابع شدن، هر چی بهشون میگی گوش میدن. این 10 نفر میتونن فکر کنن و آره این 10 نفر اون کل دنیا الان در واقع اینجوریه، کل دنیا یه تیم شدن، اینا هم یه تیمن و خیلی مهربونن با این 10 نفر و میگن هر چی شما بگی ما به شما خدمت میکنیم دیگه. جالبه. آره جالبه. بازیگرش هم بازیگر خانم وکیل توی بترکارساله، فکر کنم بترکارسال. آره عجب فیلمیه، اونم سریالیه، اونم واقعا که فیوریت سریالای منه. خب اون تقریبا 40 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، سعی کردیم که اپیزود فان باشه به نسبت و آزاد باشه و راجع به حسامو که داشتیم و اتفاقاتی که بوده و
سال 2025 انجام اتفاقاتی تموم شد افتاد و ما 2026 با قدرت برمیگردیم. احتمالاً اپیزود اولمون برای تو چی فکر میکنی تحلیل، چون بذاریم دیتاهای دسامبر هم در بیاد، تحلیل. آره اگه دیتاش در اومده بود که الان آره. یه ریکپ میکردیم، ولی خب چون اطلاعاتش اطلاعاتش اون برای سال داره. اپیزود اول تو چی فکر میکنی اون برای سال احتمالاً میریم این دپت راجع به اون صحبت میکنیم. ولی بازم خدا رو شکر سال پر افت و خیزی بود کلا از همه نظر، ولی خدا رو شکر از همه مهمتر از همه چیز سلامتیه. امیدوارم که همه سلامت باشن و حالشو ببرن و از تعطیلات هم لذت ببرن و آنفولانزا نگیرن. آنفولانزا هم نگیره. صدای منم الان میبینی اینجوری تمونده اون آنفولانزا هست که گرفتیم. برمیگردیم و ما رو هم تو یوتیوب ببینید و لایک بکنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره و یادتون هم باشه که ما خیلی دوستتون داریم زیاد. و عرضم به حضورت که بریم بیایم دیگه، سال دیگه بریم تا سال دیگه. بریم بیایم. شوخی مسخره اینا که سال دیگه میبینمتون. آره فقط مواظب باشین اواخر سال تو چی نباشین. گفت الان ترکش در تو دستشویی نباشین. اینو گفته بودن؟ گفت آره دیگه، این باعث میشه که همون روند اون موقع رو تو سال جدیدم اجرا کنم. نمیدونم یکی بوده اون بالاییه، فکر کنم تو دستشویی بوده. از سال 2020 گیر کردیم تو. اینم سعی میکنیم اگه بشه مهمون بیاریم. سعیمون رو میکنیم. آره. قول نمیدیم. فعلا